یو سلام. کنکور کامپیوتر. من کنکور کامپیوتر رو میخوام امروز بعضی چیزاشو بگم. ویدیو کلی ترشو میگم. کنکور کامپیوتر رو بخوایم اگه توضیح بدیم میشه که یک، به حرفای هیچ کس گوش نکنیم. شما توی یه سال میتونین در بیاین از دانشگاه، ولی بهتره که از 10 شروع کنین. حالا از 12 شروع کردین بازم وقت دارین. 6 ماه اگه واقعا بشین بخونین درآمدتون اصلا سخت نیستش. کتابای مکمل که حالا نیازه کلا میگم مکمل به کراتین و تست باید داشته باشین. یه دونه کتابی هست به نام نکته به نکته، حالا عکسشو بعدا میذارم. این دو تا کتاب اگه داشته باشین میتونین با این دوتا برین جلو، ولی کتابای اصلیتون هم حواستون باشه بهشون. درسای تخصصی چون ضریب بالا دارن خیلی مهمه. به جز که نه، کتابای تخصصی واقعا مهمن چون ضریبای بالایی دارن، مثلا دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی. این دو تا خیلی مهمه. ما یکی از دوستامون بود، ولی یکی از دوستای ما کلا 12 شروع کرد، تمرکز کرد روی شبکه و در اومدش از دانشگاه. دانشگاهی که من دارم الان بهتون میگم دانشگاه فنی حرفه‌ای سراسری تبریزه، توی منظری هست دیگه. روزانه و شبانه داره. حالا آزاد و مکاش کاری نداره. یک، برای خودتون قول نکنین چون اصلا چیز محالی نیستش. دو، اگه بخونین ما فعلا مدرسه داریم میخونیم. اگه بخونین میتونین در بیاین، اصلا هم سخت نیستش به اون حاله، ولی سعی کنین که هر چقدر وقت دارین از همون موقع بشین شروع کنین. بعضی معلمای کنکور خیلیاشون میان میگن که نمیدونم شما عقب موندین، نمیدونم باید این کارو بکنین اون کارو بکنین. نه، اونا به خاطر پول خودشون بیشتر دارن توضیح میدن. امیر جان داری چیکار میکنی دقیقاً؟ نمیاد تو تصویر. بزن تموم شد. پارازیت. آره، تست باید بزنین چون تست زدن خودش یه هنره. تست زدن باید بلد باشین که اصلا تست چجوری میادش. سوالای تستی با سوالای معمولی خیلی فرق دارن، چون که کنکور اصلا دارم توضیح میدم. کنکور خیلی متفاوته کلا تستاش با سوالایی که تا الان دیدیم، بیشتر میپیچونن. اینم یادتون باشه طرح سوال تلاش بر این داره که شما رو مانعتون بشه، یعنی سد راهتون بشه. چند چیکار کنم؟ اگه توی کنکور مثلا سوالی که نمیفهمین یا درکش نمیکنین رو بذارین برین سوال بعدی. اینم یادتون باشه مثلا 10 تا سواله همیشه میان سخت این سوالا رو اول میذارن، راحت ترینا رو آخر میذارن. بعد این با ترتیب نرفتین جلو نرفتین. اینم هستش. بعد این از این کتاب نکته به نکته‌ای که حالا عکس رو میذارم اونو بخونین، همراه اون تست بزنین. اصلا به این دقت نکنین. فعلا 9 تا سابسکرایبر داریم. همشون کامپیوتر میخونن. همشون نمیدونم، ان شاء الله همشون کامپیوتر میخونن. واو اساس با 9 تا چند تاش خودتونی؟ از 9 تاش 2 تاش خودمون. وای چه پارازیت چیزی نیست. بعد کتاب نکته به نکته، حالا کتاب خودت رو کتاب مدرسه رو اگه میخونون یه بحث دیگه است. کتاب نکته به نکته بهتره نسبت. یازده چشم. چی؟ او یازده چشم؟ بله. چشمت بیبنه. کتاب نکته به نکته بخش اصلی کتاب اومده دسته‌بندی کرده. اون زمانتون رو بیشتر جلو میندازه، یعنی اصاف وقت کمتری پیدا میکنین نسبت. به این دقت نکنین که روزانه چند تا تست میزنین، فقط بزنین. حالا غلطه درسته هر چی کس بازم بزنین. بیشتر درک کنین سوالا چجوریه. این چیزا رو قطعا خودتون میدونین کلی هم، ولی باز میگم که حالا بعضیا ممکنه که ندونن. عمومی‌ها ببینید، من الان در مورد دانشگاه تبریز دارم حرف میزنم. دانشگاه تهران یا دانشگاه شمسی پور تهران این دو تا با هم فرق دارن. شمسی پور که خیلی دانشگاه خیلی خوبیه، تاپه. بعد اون دانشگاه تهرانه، بعد اون دانشگاه تبریزه.
اگه بومی تبریز باشین، یعنی تو تبریز باشین 60% سهمیه دارین در مورد اولین فرصت کنکورتون. اگه از کنکور در نیاین بریم بار دوم، اون 60% سهمیه‌تون میفته. این 60% سهمیه چجوریه؟ نسبت به کسایی که مثلا تبریز رو دارن میگم، از شهرستان‌های کنار دارن میان، از شهرستان‌های کنار که دارن میان اون 60% سهمیه رو ندارن، یعنی شما 60% جلوترین. هر چی سهمیه میتونین برای خودتون پیدا کنین، حالا جزء بسیج دانش آموز یا هر چی که هست، برین دنبالش، به حرف دیگران گوش نکنین، چون آخرش به نفع خودتونه. اینم مباحث کلی بودش. عکسای کتابا رو میذارم براتون. امیر جان چیز دیگه ایمون بگیم؟ ها؟ من کنکور نمیدم. شما کنکور نمیدیم. دیگه به حرف هیچ کس گوش نکنین. فقط هدفتون خودتون باشین، یعنی برای حرف دیگران نرین جلو. اینم بگم تنها راه موفقیت کنکور نیستش. شما اگه حرفه بلدین بیافتین دنبال اون، کنکور هم در کنارش ادامه بدین. چون که شما اگر دانشگاه در بیاین مدرک داشته باشین، با مدرکتون به شما پول نمیدن، بعد یه حرفه یاد بگیرین. کنکور مخصوصا کامپیوتر خیلی هستن که مدرک دارن ولی هیچی بلد نیستن و اونا برای اونا بازار کاری وجود نداره کلا. حالا پایتون، سی شارپ، HTML، طراحی وب هستیم، هر چی اینا رو ببریم باش جلو. نمی‌بینی؟ سرت خورد میکنه. و امیر جان حرفی سخنی؟ نه. جواب چشم بده. جواب چشم بده. بعدش هم دارم لود میکنم ببینم چی میتونم بگم براتون، چی یادم رفته چی یادم مونده. عمومیا هر چند تا که بتونین بزنین خیلی خوبه. رو انگلیسی خیلی تمرکز بکنین. انگلیسی خودش خیلی خوبه چون به هر حال میتونه بندازتون جلو. و واقعا اگه مثلا توی کنکور سوالی متوجه نشدین نزنینش، چون منفی داره. خیلی اصلا مثلا میگم باشه اینو شانس رو میزنم در اومد. نه، مثلا یه دونه اگه از شبکه درست زده باشین، یه دونه غلط بزنین، اون یه دونه درستتون میره کلا. هر درست 40% تربیت غلط 20% منفی. نگاه من اشتباه گفتم. اونو ببینین خودتون. من تا جایی که میدونستم اینجا بود، انگار یه جور دیگه است. همین. خداحافظ.